سلام شنوندگان عزیز، روز رو برایتان بخیر میگیم. امروز شنبه 16 ایون 2020 سال و نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی خبرهای روز را مستقیما روی موج رادیو مهاجر با مهمترین تحولات این ساعت تاجیکستان و جهان میشنوید. خبرها را از روسیه عاید مهاجرت شروع میکنیم. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین فرمانی را امضا کرد که تا 15 سپتامبر امکان بدوباش موقتی یا استقامت دائمی خارجیان و شخصان بشهروند در فدراسیون روسیه را دراز میکند. طبق سندی که روز 15 ایون در پورتال رسمی اینترنتی اطلاعات حقوقی نشر شد، دوامنوکی بدوباش موقتی یا دائمی خارجیان به طور رسمی در روسیه تا 15 سپتامبر سال 2020 تمدید می‌گردد. قبلا این مهلت با سبب پاندمی از کرونا ویروس تا 15 ایون مقرر کرده شده بود. همین طریق تا 15 سپتامبر سال روان نسبت شهروندان خارجی هیچ گونه قرار درباره غیر امکان بودن بدوباش خارجیان قبول کردن نمی شود. قبلا خبر داده شده بود که وزارت کارهای داخلی روسیه نظام نو را برای اقامت کنونی درازمدت مهاجران تهیه کرده است. همین طور در روسیه انستیتوت‌های استقامت دائمی و شهروندی فدراسیون روسیه تکمیل داده می‌شوند. همچنین به نقشه گرفته شده است که نظام نو قانونی برای بدوباش درازمدت مهاجران در روسیه در شکل الکترونی جاری کرده شود. اینچنین وزارت کارهای داخلی روسیه تأسیس یک پلتفرم اطلاعاتی را اعلام کرد که در آن معلومات درباره مهاجران به روسیه وارد شونده جای داده می شود. مقامات این پلتفرم اطلاعاتی را منبع یگانه معلومات همکاری بین مهاجران خارجی و مقامات دولتی اینچنین دیگر تشکیلات روسیه معنی داد می کنند. از روسیه به چین می رویم. مقامات پایتخت جمهوری مردمی چین شهر پکین پس از به قید گرفتن خروج کرونا ویروس در بازار سیندافه در تمام حدود پکین حالت فوق‌العاده اعلان نمودند. می نویسد مدوزا. نظام جاری شده محدودیت ها را برای حرکت در محله ها، اینچنین بستن مکتب ها و انشاءات ورزشی و چنگ‌کنی حتمی حرارت در بین شهروندان هنگام ورود شدن به مغازه ها و دیگر جاهای جمعیتی پیش بینی می‌کند. بازار یک لخت فروش سیندافی که در جنوب پکین جایگیر است، یکی از کلانترین ها در چین به حساب می رود. آن زیاده از 3 هکتار را تشکیل می کند و در آن بیش از 10,000 نفر به فعالیت صاحبکاری مشغولند. اوج تکراری بیماری کرونا ویروس بار اول پس از 55 روز پیدا شدن بیماری در پکین معین کرده شد. در دوام 4 روز اخیر در شهر پکین 79 حالت نوی تکراری خروج کرونا ویروس به قید گرفته شده است. غیر از آن در 3 مضافات دیگر چین یک چند حادثه های مانند به حالت سیندافی نیز آشکار کرده شده. بر اثر سر زدن حادثه های تکراری گرفتار شوی به کرونا ویروس، شهردار پکین یک قطار مسئولان ساحه را از وظیفه اشغال نموده‌شان برکنار کرده است. شما مهمترین تحولات این ساعت تاجیکستان و جهان را مستقیما میشنوید و از جمهوری مردم چین به جمهوری اسلامی افغانستان میروید. دکتران سازمان بین المللی طبیبان بدون مرز اعلان داشتند که پس از حمله مرگبار ماه گذشته به تولدخانه شهر کابل جمهوری اسلامی افغانستان با اشاره به خطر تکراری چنین حمله ها تصمیم گرفتند قسمی از آنها افغانستان را ترک کنند. تعداد کمی دیگر طبیبان خارجی بهر آموزش دکتران افغان تا یک مدت دیگر در بیمارخانه دشت برچی کابل کار خواهند کرد. مقامات افغانستان در حمله مرگبار به تولدخانه شهر کابل انگشت اشاره را به طرف گروه رادیکالی طالبان روانه نموده بودند که ادعاها درباره این حمله رد کرده شد. سازمان بین المللی طبیبان بدون مرز در همکاری با وزارت صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان از سال 2014 کار می‌کند و با زنان حامله و نوزادان کمک رایگان طبی می‌رسانند. ادامه خبرهای روز را مستقیما میشنوید. نظر به قرقیزستان میکنیم. سروزیر قرقیزستان محمد کلی ابیلغازیف استعفا داد. خبر میدهد خدمات مطبوعات حکومت قرقیزستان سبب استعفا تفتیش جنایی به تمدید و تجدید منبع‌های رادیو بسومت در قرقیزستان گفته می شود.
محمد کلی ابوالغازیف گفته است که در ابتدا با سبب ابدارکنی به حکومت قرقیزستان و تفتیش همه‌جانبه مقامات حفظی حقوق او تصمیم گرفته است به رخصتی کوتاه مدت رود. من این را گفته بودم و بار دیگر خواهم گفت که به پرونده هیچ ربطی ندارم و ابدارکنی های به من داده شده اساس ندارند. در رخصتی 2 هفته‌ای خود مقامات تفتیشاتی با من یگان سوالی نداشتند، ابراز داشته است محمد کلی ابوالغازیف. همزمان تاکید کرده است که در زمینه پاندمی از کرونا ویروس حکومت باید عهده‌داری‌های خود را در نزد شهروندان پیوسته اجرا کند و از این نامعینی به کار مکمل حکومت خلل می‌رساند. با نظر داشت این ملاحظه ها من قرار دادم که مسند سروزیری قرقیزستان را استفاده گفته است محمد کلی ابوالغازیف. اظهار اطمینان کرده شده است که تفتیشات همه چیز را در جای خود گذاشته گناهکاران اصلی و ایرانکنی قانون را معین خواهد کرد. محمد کلی ابوالغازیف اینچنین به پرزیدنت قرقیزستان سورونبای ژینبکوف برای دستگیری در دوره سروزیری او اظهار سپاس کرده است. یادآور می‌شویم که محمد کلی ابوالغازیف 20 اپریل سال 2018 سروزیر قرقیزستان تعیین شده بود. خبرها رو در دایره قرقیزستان ادامه میدیم. نظر به وضع کرونا ویروس این منطقه میکنیم. در جمهوری قرقیزستان در طول 24 ساعت اخیر 100 حالت نوی سرایت کرونا ویروس آشکار کرده شده است که نشان دهنده بلندترین از آغاز اپیدمی در این کشور می باشد. از تعداد 57 نفر سرایت شدگان در پایتخت قرقیزستان شهر بیشکک نیز به قید گرفته شدند. از آغاز پاندمی 2472 حالت سرایت کرونا ویروس و 28 نتیجه مرگاور در بین بیماران گرفتار به ویروس کووید 19 در جمهوری قرقیزستان ثبت گردیده است. چند قبل در بیشکک باز یک نفر دیگر گرفتار این بیماری نیز وفات کرد. طور رنگنوم قبلا خبر داده بود 15 ایون معاون وزیر تندرستی قرقیزستان نوربولود حسینبویف گفت که وضع اپیدمیولوژی مربوط به کرونا ویروس در قرقیزستان تشکل یافته است و میتواند از این هم وضع بدتر گردد. در این زمینه باید همه مؤسسه‌های طبی و طبابتی قرقیزستان به طور دائمی در حالت آماده باشی قرار داشته باشند. آماده کردن اتاق‌های مخصوص مجهز با دستگاه‌های نفس‌دهی صنعی و دیگر لوازمات ضروری را متخصصان ساحه از اولویت‌ها دانسته جدا نگاه داشتن بیماران نو گرفتار شده کرونا ویروس را از بیماران تاریخی پیشین مهم می‌شمارند. و در آخر نشر خبری نیز نظر به وضع پیچیده مرز جمهوری مردم چین و جمهوری هندوستان نیز میکنیم. سخنگوی وزارت کارهای خارجه جمهوری مردم چین چاو لیسیان در بریفینگ روز سه‌شنبه گفت که چین در رابطه با یک حادثه نو در مرز با هندوستان اعتراض کرد. قید کرده شد که نظامیان هند سازشنامه را ویران کرده سرحد را غیرقانونی عبور نموده به ارتش چین حمله کردند و درگیری‌ها را به عمل آوردند. قبلا یک نماینده ارتش هندوستان گفته بود که یک افسر و 2 سرباز هنگام برخورد با ارتش چین در منطقه گلوان در شهرک شرق لدک کشته شدند. این زمان منصبداران بلندپایه نظامی دو کشور برای حل وضع در مرز مذاکرات می‌کنند. گفته می شود که 6 ایون سال جاری ملاقات نظامیان ولامقام دو کشور برگزار شد که در جریان آن توافق مهم عاید به حل وضع در مرز به دست آمد، اما 15 ایون نظامیان هندوستان سازشنامه‌های ما را جدی ویران کردند و 2 مرتبه از سرحد عبور کرده عملهای غیرقانونی کرده حتی به حمله نیز گذاشتند. چین اعتراض کرد و به جانب هندوستان تصمیم قطعی داد. ما بار دیگر رسما از جمهوری هندوستان خواهش میکنیم که به رضایت ما پیروی کنند. علاوه کرده است سخنگوی وزارت امور جمهوری مردم چین چراو لیسیان. طبق اطلاع نماینده رسمی وزارت کارهای خارجه جمهوری چین، پکین همچنین از دهلی نو دعوت کرد که از خط تعیین شده مرزی نگذرند تا مشکل ایجاد نکنند و عملهای یک طرفه را که وضع را بدتر میکند به وجود نیاورند. در اول هفته گذشته رسانه‌ها خبر دادند که هندوستان و چین پس از یک ماه مقاومت در منطقه نیروهای خود را از شرق لدک برآورده ایستادند. در آخر ماه مای هندوستان و چین به خط نظارت واقعی گذاشتند. یک قطار درگیری‌های نظامی در منطقه سرحدی در نزدیکی بلندکوه
پانگونگ‌تسو روزهای 5-6 می سال جاری نیز به عمل آمده بود. طبق اطلاع رسانه‌های هندوستان، مستحکم کنی سرحدات هر دو طرف پس از آنکه ارتش چین در نزدیکی دریای گالوان برخلاف مقررات یک چند خیمه ساخت آغاز گردید. از روی نتیجه های گفت و شنیدها که 6 ایون نیز برگزار شده بود، وزارت کارهای خارجه هندوستان اصرار داشت که هندوستان و چین تصمیم گرفتند که وضع را صلح‌آمیز حل کنند و تماس‌ها را در سطح‌های حربی و دیپلماتی نگاه دارند. بین چین و هندوستان یک بحث دراز مدت در مورد مالکیت و یک منطقه کوهی در شمال کشمیر و اینچنین تقریباً 60,000 کیلومتر مربع در شمال و شرق اروناچل پردیش وجود دارد. خط نظارت واقعی از ولایت لداک می‌گذرد. در تیر ماه سال 1962 این بحث و جنگ سرحدی مبدل گشت. در سالهای 1993 و 96 چین و هندوستان سازشنامه‌های صلح را در منطقه‌های بحثناک به امضا رسانیدند. شما مهمترین تحولات این ساعته تاجیکستان و جهان را مستقیما روی موج رادیو موجر شنیدید. در ساعت‌های بعدی با خبرهای تازه سلامت باشید.